برای شما جایزه حاملی که برادرتون بزرگ مهر به دست آورد چی معنی داره؟ برای من و فکر میکنم که برای تمام اهل اویلای ما، برای اون شخصانی که در قضیه بزرگ مهر یوروف یک منفیت دارند که تستر آزاد شود، این یک جایزه الهام بخش است، یک جایزه هست که توجه جهان را نشان میدهد به این پرونده بزرگ مهر یوروف. و جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت می‌سازد که در جامعه ما در تاجیکستان یک مشکلی هست که آنها برطرف کرده شوند و یک قوت میبخشد به ما، یک الهام میبخشد برای مبارزه ها را دوام دادن، اویدی آزاد کردن برادر خود. بار دوم است که شما جایزه های برادر خود را میگیرید. هیچ وقت به خود گفتید که چرا نه خود بزرگ مهر باید این جایزه را به دست بگیرد؟ البته خوبتر میشد که خود بزرگ مهر یوروف این جایزه ها رو میگیره، ولی از سبب های به همه معلوم میدونیم که او گرفتن نمیتوند این جایزه ها رو، از سببی که در زندان است. و به جای اون کس من، چون که در همین اروپا هستم، با این جایزه گیری ها از نام او اشتراک میکنم و فکر میکنم که البته وقت و فرصت هم میرسد که بزرگ مهر یوروف خود با دست خود دیگر جایزه ها رو خواهد گرفت. خود بزرگ مهر آگاهی داشتند که این جایزه رو میگیرن، سزاوار این جایزه اعلان شدند؟ این حال وی آگاه است، این خبر برای وی ناگهانی بود، خیلی هم خرسند شد و یک پیام کوتاهی هم ارسال کرده بود که من این پیام رو در وقتی جایزه گیری خواندم دادم. البته بزرگ مهر میداند و خیلی هم شاد است از این. همه جایزه و صحبت ها در برای وکیلی بزرگ مهر یک طرف، همچون برادر او را پزمون نشده یاد نکردید؟ البته پزمون شدیم. این سوالی خیلی یکم بار چنین سوال میتونند در قضیه بزرگ مهر، این یکم بار هست که شما چنین سوال میدید. در حقیقت این هم برای ما یک سوالی ناگهانی بود. البته پزمون میشویم. چرا؟ ما اون در باغش چقدر میرفتیم، ما مثال با او یاردم میدادیم، در ساختن منزلش یاردمش میدادم. همین لحظه، هر لحظه در خاطر ما میرسد، درخشینانی های او، محققی های او، مثال کارهایی که ما همچون برادر، همچون خویشتبار نزدیک میکردیم، در یاد من همیشه میماند. البته میخواهم که در قطار ما باشد، در صف ما باشد، در آزادی باشد. تشکر جمشید برای صحبت. تشکر زیاد. تشکر با شما.